بحث انقلاب اسلامی همونطور که امام امت سلام الله علیه فرمودن در نقشه خداوند تبارک و تعالی حتی از زمان تولد پیغمبر انقلاب اسلامی ایران دیده شده. این خیلی مهمه که امام میفرماید که دو تا نکته مهم داره. یکی که معنای اینکه پیغمبر در مکه متولد میشه اما حوادثش در ایران هست، به خصوص شکسته شدن 14 کنگره کاخ کسری، این هست که 14 قرن بعد از تولد این پیامبر در ایران بساط ستمشایی برچیده میشه، بساط ظلم برچیده میشه. قرن 14 قرن بسیار مهمی هستش در مسائل آینده و آینده پژوهی در نگاه معارف اسلامی. و نکته دوم که امام فرمودن این هستش که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل که 3 ماه خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها میرسید، حضرت زهرا به خاطر اون اسمش محدثه است، حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم میکرد و میگفت ایرانی ها خواهند اومد. چون شما ببینید از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام. اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام انقلاب اسلامی است که جبرئیل، امام فرمود که جبرئیل با احادیث با خبر انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آرامش میشه، تسلیت